بدخشان همیشه به قهرمانان خود افتخار کرده است. از فداکاری‌های آنان تمجید می‌شد و نسل‌های آینده با الهام از آنان پرورش می‌یافتند. امروز ما در مورد رویدادهایی صحبت می‌کنیم که در تاریخ 18 می سال 2022 در ولایت خودمختار کوهستانی بدخشان رخ دادند. در تاریخ 16 می 2022 در شهر خاروق باشندگان محل و همچنین مردم مناطق دیگر ولایت خودمختار بدخشان گرد هم آمدند و تظاهراتی مسالمت آمیز برگزار کردند. مردم علیه ظلم و خودسری مقامات اعتراض کردند و خواهان مجازات عاملان قتل گلبدین ضیابکوف و دیگر باشندگان محل شدند. آنان همچنین خواهان پایان دادن به سرکوب‌ها و بازداشت‌های غیرقانونی شاهدان جنایاتی شدند که توسط نیروهای امنیتی جمهوری تاجیکستان انجام شده بود. برای سرکوب و متفرق ساختن تظاهر کنندگان، کاروانهای مسلح نظامی از مناطق دیگر کشور به خاروق اعزام شدند. در همین حال در ولسوالی روشان، مردم با دیدن کاروان نظامی بی تفاوت نماندند و آنان نیز دست به اعتراض زدند. حوالی چاشت مردم در مرکز ولسوالی روشان در قریه وامار گرد آمدند. آنان خواهان توقف حرکت کاروان به سوی خاروق شدند، زیرا می دانستند که این حرکت به کشته شدن دوباره غیر نظامیان منجر خواهد شد. فرماندهان نیروهای امنیتی اعلام کردند که کاروان نه به سوی خاروق بلکه به سوی اشکاشم می رود، جایی که گویا در مرز با افغانستان درگیری‌هایی جریان دارد. اما مردم به این ادعا باور نکردند و نیات واقعی نظامیان را درک کردند. پس از چاشت مقامات محلی به جمع معترضان آمده و تلاش کردند که با تحریک مردم درگیری ایجاد کنند تا بهانه‌ای برای استفاده از زور پیدا کنند. اما هیچ کس از تظاهر کنندگان به تحریکات پاسخ نداد. سپس مقامات خواستار اجازه عبور کاروان شدند. در پاسخ مردم گفتند: اگر ما اجازه دهیم که آنان به خاروق بروند و دوباره خونریزی شود، آیا شما مسئولیت آن را خواهید پذیرفت؟ پاسخ آنان سکوت بود. در طول روز کاروانهای تقویتی به کاروان اصلی پیوستند. شامگاه 3 موتر باربری نوع اورال با افراد مسلح در لباسهای سیاه رسیدند. نزدیک غروب فرماندهان کاروان به معترضان وعده دادند که به خاروق نمی روند و صبح روز بعد باز خواهند گشت. گفتند که شب را در پوسته مرزی وامار می گذرانند چون راننده ها خستند. بسیاری از مردم به این وعده ها باور کردند و خوشحال شدند که از خشونت جلوگیری شده است. برخی به خانه برگشتند. بخشی از کاروان وارد پوسته مرزی شد و بخشی دیگر به ساختمان قماندانی پلیس محل رفت. آنان مردان مسلح در لباس سیاه بودند. نزدیک صبح حدود ساعت 6 یا 7 کسانی که در ساختمان پلیس بودند شروع به گرفتن مواضع تیراندازی کردند. برخی بر بام‌ها رفتند، برخی به کوه‌ها. سپس ناگهان بر مردمی که در کنار جاده ایستاده بودند آتش گشودند. چندین نفر شهید شدند. دیگران توانستند فرار کنند. پس از تیراندازی افراد مسلح سیاه‌پوش خانه‌ها را تلاشی کردند. به دنبال مردان 18 تا 50 ساله می‌گشتند و آنان را به ساختمان پلیس می‌بردند. در آنجا شکنجه می‌کردند و بسیاری کشته شدند. رهبری نیروهای امنیتی از طریق همکاران محلی خود اعلامیه‌ای منتشر کردند و از معترضان باقی مانده خواستند که داوطلبانه تسلیم شوند. وعده دادند که فقط صحبت خواهند کرد و سپس آزاد می‌شوند. مردم به شرط آزادی بیگناهان پذیرفتند. اما نیروهای امنیتی وعدهشان را شکستند و بازداشت جوانان را ادامه دادند. آنان را به شدیدترین و مرگبارترین شکنجه ها دچار کردند.
برخی جان باختند و شهید شدند. بازماندگان به دوشنبه منتقل و به حبس‌های طولانی محکوم شدند. همه اینها نشان می‌دهد که مردم ساده دل بار دیگر فریب وعده‌های دروغین رژیم تروریستی رحمان را خوردند. اما چند تن از جوانان توانستند پنهان شوند و تسلیم نشوند. در آینده درباره سرگذشت آنان خواهیم گفت. شهیدان ما که خواهان عدالت بودند، خود قربانیان رژیم خونریز تاجیکستان شدند. این کشتار و بیرحمی از سوی رژیم بیش از 30 سال است که ادامه دارد و تا امروز نیز پایان نیافته است. صدها سرنوشت شکسته در پامیر وجود دارد. ما برای آنان اشک خواهیم ریخت و برای آرامش روحشان دعا خواهیم کرد. به افتخارشان فرزندان خود را به نامهای آنان خواهیم نامید و شاعران در وصفشان شعر و منظومه خواهند سرود. آنان قهرمانان واقعی ملت ما هستند و قاتلانشان، نامهایشان تا نسل 7 مورد لعنت خواهد بود. بی تردید آنان در برابر مردم پامیر پاسخگو خواهند بود. فرزندان دلیر این ملت خیانت رژیم کنونی را فراموش نکردند و انشاءالله انتقام خود را از این دسته‌های مسلح و بزدل خواهند گرفت. در آینده از جنایت‌های این رژیم و سرنوشت دیگر شهیدان برایتان خواهیم گفت.